خدمات مطبوعات وزارت مدافع روسیه روز هفتم ینور خبر داد که هواپیمای ایل-76 با اسکران تاجیک از فرودگاه عینی در کنار شهر ایسار الکی به قزاقستان پرواز کرد. صبح هفتم ینور در دوشنبه در جلسه مشترک هر دو پالات پارلمان تاجیکستان، مجلس ملی و مجلس نمایندگان، بنا به اطلاع رسمی تنها یک مسئله بررسی شده برای استفاده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بیرون از حدود کشور برای اجرای عهدهداری‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت داده شد. بنا به اطلاع دریافتی تاجیکستان به قزاقستان 212 عسکر و افسر می‌فرستد. پیمان ملی تاجیکستان یک اعتراف عمده نیروهای مخالفین تاجیک که اساساً در اروپا عمل می‌کند و فعالیتش در تاجیکستان فعلا ممنوع است، روز هفتم ینور در یک اظهارات گفت مخالف به قزاقستان فرستادن سربازان تاجیک است. پیمان ملی این تصمیم را مخالف به منفعت‌های ملی تاجیکستان نامیده و گفت حضور سربازان ما در چنین شرایط می‌تواند از طرف ملت دوست و برادر قزاق همچون شرکت تاجیکان در عملیات‌های سرکوبگرایانه علیه مردم این کشور و یک عمل دشمنانه قبول گردد. این می‌تواند برای هزارها مهاجران تاجیک در قزاقستان خطرزا باشد و اینچنین به مناسبت‌های دو کشور در آینده لطمه وارد کند. پارلمان قرقیزستان نیز روز هفتم ینور تنها در روز دوم بررسی این مسئله به ارسال نیروهای این کشور به قزاقستان راضیگی داد. ارمنستان هم گفته است که قصد دارد به قزاقستان 70 سرباز فرستد. بلاروس علاقه روز ششم ینور در 5 هواپیمای حربی نیروهای دسانتیش را به قزاقستان فرستاد. روسیه گفته است به این کشور تا 5000 عسکر میفرستد. یادآور میشویم از دوم ینور در قزاقستان اعتراضهای گسترده ادامه دارند. روز پنجم ینور در پی این اعتراضها حکومت قزاقستان استعفا داد.